سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به این ویدیو از کانال ما. توی این ویدیو قراره جایگزین نوت کوین یعنی ربات ماین کوین تپس رو به شما آموزش بدم. این ربات هم درست این نوت کوین داخل تلگرام کار میکنه و شباهت خیلی 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 زیادی با نوت کوین داره. تقریبا همه چی شبیه نوت کوینه، فقط تنها تفاوتش با نوت کوین اینه که این ربات توی شبکه سولانا کار میکنه. خب دیگه بریم سراغ آموزش عضویت در این ربات. اول از همه این لینک ورود به رباته، لینکی که اینجا من سلکتش کردم. این لینک رو من توی کپشن میذارم، توی اولین کامنت هم برای شما پینش میکنم. روی لینک کلیک بکنید براتون یه ربات باز میشه و خودکار دستور استارت براتون نوشته میشه. وقتی اون دستور میاد روی استارت ناو کلیک میکنید و صفحه ربات برای شما باز میشه. خب این شد پیدا کردن ربات و باز کردن ربات. حالا ویژگی های این ربات. توی قسمت اول استاتس رو میبینید که این بالا مقدار تپسیه که تا الان ماین شده که حدود 2.5 تریلیون توکنه. بعد از اونم توتال تاچز رو میبینید، توتال پلیر رو میبینید، دیلی یوزر رو میبینید و آنلاین پلیر. آنلاین پلیرهایی هستن که همین الان آنلاین هستن و دارن توی ربات کار میکنن. دیلی یوزر هم یوزرهایی هستن که در روز وارد این ربات میشن. توتال پلیرهایی هستن که در کل مجموع پلیرهایی هست که در کل داخل این ربات ثبت نام کردن و دارن ماین میکنن. خب توی قسمت بعدی قسمت بوست رو میبینیم که به نظر من بعد از قسمت تپ این قسمت بوست رو یاد بدم. توی قسمت وسط بخش اصلی ربات قسمت تب رو میبینیم. توی این قسمت ما با هر کلیک روی این سکه وسط صفحه میتونیم یک دونه تپس ماین بکنیم. الان موجودی من 30,000 تپسه. اگرم روی این گزینه کلیک بکنید میتونید لیگ خودتون رو ببینید، یه جور همون لیگ دیگه. لیگ یعنی شما اگر بازی های دیگه انجام بدید میدونین منظورم چیه، ولی در کل سیلور داریم، گولد داریم، پلاتینیوم داریم، دایموند داریم، مستر داریم و به بالا. خب این از اینا. حالا قسمت بوست چیه؟ ببینید شما وقتی واسه بار اول وارد این بازی میشید و با هر کلیک روی این سکه‌ای وسط صفحه بهتون یک دونه میده، اما به من داره 10 دونه میده و موجودی شما 5000 تاست. چرا میگم موجودی شما این موجودی اصلا چیه؟ بذارین من الان برای شما یه اوتو کلیکر باز بکنم. بچه ها آموزش دانلود این اوتو کلیکر رو هم برای شما میذارم. این چیزی که این پایین وجود داره و الان داره کم میشه مقدار موجودیه که شما میتونین ماین بکنید. یعنی من نمیتونم بی نهایت این رباتمو بذارم تون ماین بکنه، من فقط تا اون حد میتونم ماین بکنم و بعد دوباره ربات شروع میکنه به پر شدن. توی این قسمت بوست با آپدیت کردن خیلی چیزا میتونید کارتون رو راحت تر بکنید. من تون این بخش ها رو بهتون یاد میدم. قسمت اول این قسمت Your Daily Boosters. توی نوت کوین یه چیزی داشتیم علامت موشک بغلش بود، این همچین کاری میکنه. من الان همچین چیزی ندارم ولی ببینید شما حتما اگر واسه اولین بار وارد برنامه میشید اینو بهتون میده. به منم هلوهوش 11 ساعت دیگه این رو بهم میده. وقتی وارد برنامه میشید حدود 3 تا بهتون از این بوست و 3 تا از این یکی میده. این چی کار میکنه؟ میاد مقدار تبی که شما میزنید
هر تبی که میزنید هلوش یکی به شما میده، به من 10 تا میده. چرا؟ چون بهتون میگم حالا میاد مقدار اونو 5 برابر میکنه. یعنی اگر من الان بزنم 10 تا بهم بده، وقتی این رو بزنم بهم 50 تا میده. خب حالا این یکی چی کار میکنه؟ ببینید بچه ها، این که مخزن ما خالی بشه یکی از وحشتناکترین و بدترین چیزای ربات نوت کوین و ربات تپ سوابه. این فول تانک تمام تانک انرژی شما رو پر میکنه و شما مثلا اگر من الان 95 تا داشته باشم سریع تموم میشه دیگه، ولی اگر اونو بزنم به طور کامل از 0 تا 100 این تانک رو برای من پر میکنه. قسمت بعدی بوسترزه که خودش هم 4 تا بخش داره. اولین بخشش مولتی تبه. مولتی تب کسایی که نوت کوین رو تا حالا بازیش رو انجام دادن میدونن مولتی تب چیه دیگه. البته نوت کوین خب یه رباتی بوده مثل این، واسه کسایی که نمیدونن که البته نوت کوین 20 روز دیگه هم لیست میشه و خیلی درآمد آنچنانی هم داره واسه بعضی. خب تو قسمت بوسترز اولین چیزی که میبینید مولتی تب هستش. واسه شما هلوش 1000 تا سکه میبره واسه اینکه آپدیتش بکنید. ببینید من الان وقتی رو صفحه کلیک میکنم بهم چند تا میده؟ 10 تا میده. 10 تا تپس بهم میده به اصطلاح. اما واسه شما اینطوری نیست. شما وقتی کلیک میکنید بهتون یکی میده. با آپدیت کردن این ویژگی میتونید اون یکی رو ببرید بالا. با هر آپدیتش یکی اضافه میشه. الان نگاه کنید، توضیحاتش رو هم بخونید، همین رو بهتون گفته. بعدی انرژی لیمیته. انرژی لیمیت میاد این مخزن انرژی که این پایین رو دارید رو بیشتر میکنه. یعنی چی؟ ببینید شما وقتی وارد ربات تپس میشید یا همون تپ سواب، این انرژی لیمیت شما حد اکثر 1000 تاه و شما 1000 تاتون پره ها، ولی حد اکثرش 1000 تاه. و با آپدیت کردن این بوستر انرژی لیمیت میتونید اون مقدار رو ببرید بالا. من انقدر اونو آپدیت کردم که شده لول 10 و توی لول 10 هم به من هلوهوش 5000 تا جا میده واسه ذخیره انرژی. بعدی ریچارجینگ اسپیده که چی کار میکنه؟ ببینید شما وقتی میایین چتون رو خالی میکنین، بذارید من یه بار این کار رو انجام بدم. خب این پایین رو نگاه کنید، 5 9 13 15 19 23 27. همینطور که میبینید داره 4 تا انرژی من رو پر میکنه، ولی این مقدار واسه شما یکیه. من چطوری این رو به 4 تا رسوندم؟ با آپدیت کردن این حالت میاد یک دونه به سرعت افزایش انرژی شما اضافه میکنه. بوستر بعدی بوستر تباته که تبات ما دقیقا هر 4 تاشو داخل نوت کوین داشتیم، ولی خب تبات یکی از بهترین گزینه هاست واسه گرفتن توکن تپس. داخل نوت کوین هم همچین چیزی بود. ببینید شما وقتی تبات رو میزنید، هر وقت که از برنامه که نمیشه گفت، هر وقت که از صفحه خارج بشید و رباتتون رو ببندید، تبات شروع میکنه و تون برای شما روی اون کلیک میکنه، بدون اینکه شما نه آنلاین باشید، نه به اون نگاه بکنید، نه کاری انجام بدید. یعنی تا وقتی که شما بیرون برنامه تبات برای شما کلیک میکنه و برای شما توکن تپس ماین میکنه. حالا شاید بگید که خب وقتی همچین چیزی وجود داره ما اصلا چه نیازی داریم بریم ماینش کنیم؟ بچه این تبات حد اکثر زمان کارش 12 ساعته. یعنی برای مثال اگر تبات شما توی 12 ساعت برای شما 100,000 تا توکن تپس درست بکنه یا ماین بکنه، اصطلاحاً بیشتر از 12 ساعت نمیتونه این کار رو انجام بده. یعنی اگر توی 12 ساعت 100,000 تا ماین بکنه،
اگر مثلا بشه 24 ساعت هیچ وقت اون 100,000 تا نمیشه 200,000 تا، روی همون 100,000 تا میمونه. یعنی یه محدودیتی داره و شما باید حداقل یه بار دیگه آنلاین شید، اون 100,000 تا رو ازش بگیرید و دوباره برید بیرون تا تبات دوباره براتون کار بکنه. سرعتش هم اینجوری نیست، در حد اتوکلیکر و در حد آدم نیست. یعنی حداقل توی ناتکوین که اینجوری بود سرعتش نصفه، دقیقاً 50% سرعت کلیک پلیر بود، نه اینکه سرعت چیش کمتره ها، یعنی اصلا مخزنش کمتره، همه چیش نصفه. خب این رباتمونم هیچ آپگریدی نداره، یعنی شما واسه بار اول که 200,000 تا بهش میدید تا این ربات رو فعال بکنید دیگه هیچ آپگریدی براش نمیاد و روی همون لول باقی میمونه. قسمت تب رو هم که براتون توضیح دادم. میریم توی قسمت تسک. توی قسمت تسک مأموریت هایی رو برای شما میاره که میتونید با انجام دادن اونها تبس رایگان دریافت بکنید. توی قسمت اول به شما مأموریت هایی رو میده که مربوط میشن به دنبال کردن گروه ها، باز کردن سایت ها، بازدید زدن واسه بعضی جاها و غیره. برای مثال من این رو تموم کردم. اول گفته که به تلگرام چتش جوین بشم، بعد گفته که به اکانت توییترش جوین بشم، بعد گفته که وبسایتش رو ویزیت کنم، نگاه بکنم، نمایش بدم واسه خودم نگاه کنم. یا مثلا توی این یکی گفته که اول توی تلگرام چتش جوین بشم، بعد توییترش رو اکانت توییترش رو دنبال کنم، بعد دیسکورد سرورش رو دنبال کنم، بعد وبسایتش رو نگاه بکنم. همچین چیزایی برای شما میاره. یا مثلا این قسمت کانکت ولت که بایدم این کار رو انجام بدید، چون احتمالاً توکن تبس رو توی ولت هایی که توی قسمت کانکت ولت تبلیغ میشن اول لیستشون رو، البته لیست که واسه صرافیه ولی به هر حال اول اونجاها فروخته میشه. توی این قسمت هم گفته که آره تو برو یه سولونا ولت رو واسه این وبسایت وصل بکن، من به تو 100,000 تا توکن تبس میدم. توی قسمت بعدی بخش دوم ربط داره به همین قسمت لیگ ها. اولین لیگی که واسه شما میاره چیه؟ وود لیگ چوبی که از 0 تبس شروع میشه. بعد چی؟ بعد برونز لیگ که از 1 تبس شروع میشه. بعد سیلور لیگ که از 5,000 تا شروع میشه. بعد گولد لیگ که از هلوش 50,000 نه 50,000 نبود، فکر کنم 30,000 تا بود شروع میشه. بعدم این که از 250,000 تا 500,000 تا 1 میلیون تا 2.5 میلیون 5 میلیون 10 میلیون و 50 میلیون که آخرین لیگ هستش. شما توی قسمت تبس توی قسمت وسطی هر دور که لیگتون رو افزایش بدید یا وارد لیگ جدید بشید بهتون یه جایزه میده. برای مثال من خودم الان فهمیدم، تازه وارد لیگ گلد شدم. توی قسمت تسک ای بابا، توی بخش وسطی به من 10,000 تا توکن تبس داد. قسمت بعدی چیه؟ قسمت تسک. تکس یعنی چی؟ منظورش رفراله. رفرال یعنی چی؟ ببینید شما هر نفره که دعوت بکنید به برنامه بهتون یه مقداری توکن تبس میده. من هی میخوام برم بگم نوت کوین یا تون کوین، هی زبونم کج میشه دیگه. خب میگه اگر یک دوست رو دعوت بکنید، اینوایت بکنید، بهتون 2500 تا توکن میدم. اگر 3 نفر رو دعوت بکنید 50,000، 10 نفر 200,000، 25 نفر 250,000، 50 نفر 300,000 تا 100,000 نفر که 100 میلیون بهتون میده. تو قسمت رف چی کار میکنه؟ رف هم همون رفرالزه که بهتون چی میگه؟ بهتون میگه که کسایی رو که با کد دعوت شما توی برنامه ثبت نام کردن رو نشون میده. برای مثال اگر من 10 نفر رو با کد دعوتم توی این برنامه عضو کرده باشم، به هم اون 10 نفر رو توی بخش رف، بخش آخر کار نمایش میده.
بچه ها این ربات خیلی تازه کاره، نسبت به نوت کوین هنوز خیلی کم داره، یعنی اصلا هیچ تضمینی نیست که این ربات درست این نوت کوین پیش میره و ارزش لیست میشه و فلان میشه و بهمان میشه و درآمدزایی داره. ولی اینم میگن که چون پشتوانش سولاناست میتونه توکن قدرتمندی باشه و برای خیلی درآمدزایی بیاره. فعلا هیچ چیز راجع به قیمت و جایهایی که لیست میشه و انواع اقسام چیزای دیگه نیومده، واسه همین منم اینجا سعی نمی کنم اطلاعات غلط به شما بدم. خب به آخر این ویدیو میرسیم. خیلی ممنون که ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید. تا یک ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.